پراپ تریدینگ یا معامله گری با سرمایه شرکت ها به تریدرها این اجازه رو میده که بدون نیاز به سرمایه شخصی و با استفاده از سرمایه شرکت های تخصصی وارد بازارهای مالی بشن. طی این فرآیند تریدرهایی که سرمایه اولیه ندارن یا نمیخوان با سرمایه شخصی خودشون ترید کنن، پس از ثبت نام توی شرکت‌های پراپ تریدینگ باید چالش‌های این شرکت‌ها رو توی حساب دمو پاس کنن تا بتونن به سرمایه واقعی دست پیدا کنن. هر شرکت پراپ تریدینگ قوانین خاص خودشو داره که تریدر باید طبق اون قوانین پیش بره تا بتونه چالش‌ها رو با موفقیت پشت سر بذاره. بعد از تایید پاس کردن چالش‌ها از طرف شرکت، سرمایه واقعی در اختیار تریدر قرار داده میشه تا بتونه با اون توی بازارهای مالی فعالیت کنه. پس از دریافت سرمایه و معامله در بازارهای مالی، سود حاصل از معاملات به صورت درصدی طبق قوانین شرکت‌ها بین شرکت و معامله‌گر تقسیم میشه. پراپ تریدینگ مزایای متعددی نسبت به ترید کردن با سرمایه شخصی داره. اولین مورد دسترسی به سرمایه بالاست. تریدرهایی که سرمایه اولیه ندارن میتونن طی فرآیند شرکت‌های پراپ تریدینگ به سرمایه خیلی زیادی دست پیدا کنن. دومین مورد حفظ سرمایه شخصیه. توی پراپ تریدینگ معامله‌گر نیازی به سرمایه شخصی نداره و همین باعث میشه که سرمایه شخصیش حفظ بشه. مزیت سوم پراپ تریدینگ تقسیم سود معاملات بین معامله‌گر و شرکت پراپ تریدینگ. معامله‌گرها سود حاصل از معاملاتشون رو تا 90% دریافت و مابقی متعلق به شرکت. یکی دیگه از مزیت‌های پراپ تریدینگ یادگیری و ایجاد شخصیت تریدره. تریدرها برای پاس کردن چالش‌ها توی حساب دمو معامله می‌کنن و همین باعث رشد، ایجاد استراتژی معاملاتی، نظم و شخصیت تریدر میشه. در کنار مزایا، پراپ تریدینگ یه سری معایب داره که در ادامه به اونها میپردازیم. یکی از معایب شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین سختگیرانه برای پاس کردن چالش هاست. جهت اثبات مهارت معامله‌گری، حفظ سرمایه و مدیریت ریسک. معامله‌گرا برای موفقیت توی این چالش‌ها باید طبق قوانین پیش برن تا بتونن اون چالش رو با موفقیت پشت سر بذارن. فشار روانی یکی دیگه از معایب شرکت‌های پراپ تریدینگ و تریدرها برای پشت سر گذاشتن چالش‌های معاملاتی شرکت‌های پراپ باید عملکرد باثباتی از خودشون نشون بدن. از معایب دیگه پراپ تریدینگ میتونیم به تقسیم سود بین شرکت و معامله‌گر اشاره کنیم. سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر به صورت درصدی تقسیم میشه. البته در کنار همه این معایب، اگر شما با یک شرکت پراپ تریدینگ مناسب همکاری کنین، میتونه تأثیر مثبتی در رشد معامله‌گری شما داشته باشه. از ویژگی‌های شرکت پراپ تریدینگ خوب میتونیم به شفافیت مالی و حقوقی اشاره کنیم. شرکت‌های پراپ تریدینگ باید تمام اطلاعات شامل قراردادها، هزینه‌ها، قوانین تقسیم سود، میزان سرمایه تخصص یافته و درصد سود معامله‌گران رو به صورت واضح بیان کنند. همینطور پشتیبانی حرفه‌ای یکی دیگر از ویژگی‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ. شرکت‌های پراپ تریدینگ باید به طور 24 ساعته پشتیبانی داشته باشند تا معامله‌گران با اطمینان ترید کنند و در صورت بروز مشکل سریع به پشتیبانی اطلاع بدن. تقسیم سود عادلانه بین شرکت و معامله‌گر یکی دیگر از فاکتورهاییه که یک شرکت پراپ تریدینگ مناسب باید داشته باشه. شرکت‌های پراپ تریدینگ باید پس از کسب سود معامله‌گر توی حساب ریل حداقل 90% از سود رو به معامله‌گر اختصاص بدن. پلتفرم معاملاتی معتبر یکی از مهمترین ملاک‌هاست. شرکت‌های پراپ تریدینگ باید از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر مثل متاتریدر 5 استفاده کنن. مشاوره تخصصی هم میتونه توی رشد معامله‌گر کمک شایانی کنه. شرکت‌های پراپ باید امکان مشاوره تخصصی رو برای معامله‌گرا فراهم کنن. حفظ امنیت بستر معامله‌گری یکی دیگه از ویژگی‌های شرکت پراپ تریدینگ معتبره. حفظ امنیت حساب‌ها و اطلاعات شخصی کاربران باید با ابزارهای پیشرفته‌ای توسط شرکت انجام بشه. یکی دیگه از سوال‌هایی که ممکنه برای کاربران پیش بیاد اینه که درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ از کجاست؟ مهمترین فاکتور درآمدی کسب سود از معاملات تریدرهاست. سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم میشه و درصد مشخصی از سود متعلق به شرکت. و همینطور روش دوم ترکیبی از فروش چالش‌ها و سود معامله‌گرانه. در این روش همزمان با کسب سود توسط معامله‌گر، شرکت فرصت بیشتری برای فروش چالش‌ها پیدا می‌کنه. روش سوم فروش چالش هاست. بخشی از درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ از فروش چالش هاست. این چالش‌ها معمولاً به صورت مرحله‌ای هستند و معامله‌گرا برای دستیابی به حساب ریل باید این چالش‌ها رو خریداری کنند.
مایپراپ به عنوان پلتفرم پراپ تریدینگ معتبر ایرانی فعالیت خودش رو با هدف ایجاد دسترسی آسان و مطمئن برای معامله‌گران داخل ایران آغاز کرده که با تکیه بر اصل شفافیت در ارائه خدمات تلاش کرده تا شرایط همکاری و سودآوری رو به طور کاملا روشن و بدون ابهام در اختیار کاربران قرار بده. یکی از مهمترین نقاط قوت مایپراپ حرکت در مسیر دریافت رگوله و مجوزهای قانونی از نهادهای بین‌المللی معتبر، مسئله‌ای که نقش مهمی توی امنیت و افزایش اعتماد کاربران تا به امروز داشته. همچنین طراحی خدمات و زیرساخت‌های شرکت مایپراپ به گونه‌ای انجام شده که تمام معامله‌گران ایرانی بتونن بدون دغدغه تحریم‌ها، پیچیدگی‌های مالی یا مشکلات ارتباطی به راحتی از این پلتفرم استفاده کنند. ثبت نام ساده، پشتیبانی فارسی، تسویه حساب دلاری و محیط متناسب با تریدرهای ایرانی همگی در راستای تحقق این هدف شکل گرفتند.